نه شما ایرانی هستید؟ البته دیگه. سلام علیکم. من تاجیک هستم. تاجیکی باستان. تاجیک؟ من تاجیک. تاج سر تمام آریایی ها. 3 تا کشور باید یکی بشه. ایران، تاجیک. به جان مادرم قسم. I am seriously thinking retirement. تاجیکستان. ما همه از ایرانی تره. از ایرانی فردوسی رو بیشتر میشناسن، مولانا رو بیشتر میشناسن، فارابی رو بیشتر میشناسن. اون یکی چیه؟ مولوی همه اونجا جاشون اونجاست. بابا شادم از دیدارتون. اسمتون چیست؟ امان الله. شما؟ شهرام خان. اسم اصیل ایرانی. رو ما اسم عربی گوشن ایرانی. چیکارش؟ ما همه تاجیک. شامتون بخیر باشد. من کلیپ میبینم از شهرهای تاجیکستان. خیلی باحال.